صاحب عزیز، تشکر. یک دنیا سپاس. خوشحال شدم از مکالمه با شما. یک دنیا سپاس. همچنین مقصد یک چیز را من از طریق شما پیام میتم به جمع از دوستای سربلند پشتون. ما باور می است که ما در قرن 21 سرزمین خود بسازیم. دیگه سرزمین ما جای نباشه که تروریست پرورش پیدا کنه. ما دیگه سرزمین ما جای نباشه که یک جوان پکتیایی علیه یک جوان کنری استاد بکنن، تفنگ سرشانش بتن، یکی دیگه شب بکشن. ابیل از فرهنگای نامناسب در این سرزمین بیداد میکنه. در یک سرزمین میری برادر عزیز رو نمیبرن، بس که دوستا برای میشه تاپی قومی میزنن. در یک سرزمین میری یک دونه دختر 20 لک افغانی به فروش میرسونه. ما در کدام تمدن، در کدام قرن زندگی میکنیم؟ امریکایی امروز موتر بی سرنشین داره، در ماه بالا میشه، مغز منجمد میکنه. یا از 2050 قرار است پلان داره انسان از زنده نگاه بکنن. ما در کدام عصر زندگی میکنیم؟ آیا یک خواهر سربلند ما در قسمت من حق نداره زندگی بکنه؟ یک خواهر ما در نورستان حق نداره زندگی بکنه؟ یک خواهر ما در کنر حق نداره زندگی بکنه؟ خیما به عنوان یک مرد مسئولیت ما به عنوان دو تا جوان که سربلند هستیم چه است؟ طبعا نیاز داریم راهکار جستجو بکنیم، راهکاری که آینده سرزمین را بسازه. هیچ وقت ما در بعد یک برادر سربلند پشتون خودمان نیستیم. شما جان و روح تن ما هستین، شما را با سینه های خود دوست داریم، در رفیق های ما هستین. ما پیوندهای طولانی و عمیق و قوی خانوادگی داریم. مثلا یک برادر تاجیک رفت، یک خانم پشتون داره، یک برادر پشتون هم برادر تاجیک ازدواج کرده. بنابراین ما وجه مشترک داریم. وجه مشترک ما زبان ماست. من دوست دارم در رابطه با ساختار پشتو کار بکنیم، زبان پشتو را قشنگ بسازیم. دوست دارم در رابطه با هویت سازی و فرهنگ سازی با یک برادر پشتون دو به دو حرکت بکنیم، پیش بریم، دستش بگیریم، شانه باشیم، بازو باشیم، قوت باشیم، تنومند هر دوی ما پیش بریم. خیلی خوشحال شدم جناب الطاف صاحب عزیز. همچنان نیوار صاحب عزیز. یک دنیا سپاس. تشکر. دوستان سلام تقدیم میکنین از طرف علیکم. ما با این تک برادر پشتون افتخار است، در روی چشم ما جا داره. یک روز مکمل گپ زنه اصلا خسته نمیشم.